کاش تولید محتوا جوری بود که هر آدمی نمیتونست بره توی همچین دنیای مجازی. یه عده بلاگرای زن و شوهری هستن، مثلا میان ویدیوهای چرت و پرت زندگیشونو مثلا میذارن، مثلا با هم میرقصن، اینجور چیزا، دوتا داد میزنه سر شوهرش. همینا که حمایت میشن، اونایی که واقعا استعداد دارن میان سطح پایین. اونایی که واقعا روی ویدیوشون زحمت میکشن، ادیت میزنن. ادیت زدن خیلی سخته، به شدت اینو میتونم جدی بگم که واقعا ادیت زدن خیلی سخته. توی یوتیوب مخصوصا کار هر کسی نیست، واقعا یه هنر حساب میشه، چون تو فقط باید بشینی 6 ماه 1 سال فقط زحمت بکشی که یه دونه افتر افکت و پریمیر و اینجور چیزا یاد بگیری. کلا همچین انسانایی وقتی حمایت میشن، هیچ کی دیگه اصلا هنرش دیده نمیشه و این واقعا آزاردهنده است. برای همین همچین چیزایی هم نگاه کردنی حال منو به هم میزنه واقعا.